مثنوی معنوی شرح جامع از کریم زمانی. مقدمه مؤلف. آن که بود از جهان همیشه جهان. گفتار یکم. سرزمین فارس از دیرباز مهد تفکرات عرفانی و تأملات اشراقی بوده است. از این رو در طی قرنها و عصرها نامآورانی بیشمار در عرصه عرفان و تصوف در دامن خود پرورش داده است. یکی از این بزرگان نامآور حضرت مولانا جلال الدین محمدی بلخی است که به مولای روم و مولوی رومی آوازه یافته است. او در 6 ربیع الاول سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد. پدر او مولانا محمد بن حسین خطیبی است که به بهاءالدین ولد معروف شده است و نیز او را با لقب سلطان العلماء یاد کرده اند. بهاءالولد از کابر صوفیه و اعظام عرفان بود و خرقه او با احمد غزالی می پیوست و در علم عرفان سلوک سابقه دیرین داشت. او اهل کشف و ذوق بود و عالم کامل در همه علوم و فنهای زمان خود به مقام استادی رسیده بود. بود اندر همه فنون استاد، حق به وی علم را تمام داد. از آن رو که میانه خوشی با قیل و قال و بس و جدال نداشت و علم معرفتی حقیقی را در سلوک باطنی میدانست و نه در مباحثات و مناقشات کلامی و لفظی. پس پرچمبردار کلام و جدال از آن جمله فخرالدین رازی با او از سر ستیز در آمدند و همه جا بدو تاختند و وی را رنجاندند. فخرالدین که استاد سلطان محمد خوارزمشاه بود و روی او نفوذ بیچون و چرا داشت، پیش از دیگران شاه را بر ضد او برانگیخت به طوری که دیگر جای درنگ نبود. چون که از بلخیان بهاءالولد گشت دلخسته آن شه سرمند، ناگهش از خدا رسید خطاب که یگانه شهنشهی اقطاب. چون تو را این گروه آزردن، دل پاک تو را ز جا بردن. بده را از میان این اعدا، تا فرستیمشان عذاب و بلا. سلطان العلماء رخت سفر بست و بلخ و بلخیان را ترک گفت و سوگند یاد کرد که تا محمد خوارزمشاه بر تخت جهانبانی نشسته به شهر خویش باز نگردد و این در زمانی بود که زمینه های هجوم مغول به کشور فارس نیز فراهم می گشت. کرد تاتار قصد آن اقوام، منهزیم گشت لشکر اسلام. به درستی معلم نیست که سلطان العلماء در چه سال از بلخ کوشید. به هر حال جای فکرم نبود. پس شهر به شهر در دیار به دیار رفت تا به بغداد رسید و چند در آن شهر اقامت کرد و سپس راه حج در پیش گرفت و بعد به ارزنجان آمد و زمستان را در آق شهر ارزنجان گذراند. چون خواست از آن شهر سفر کند، علاءالدین کیقباد قاصد فرستاد و او را به قونیه دعوت کرد. او از همان بدو ورود به قونیه مورد توجه عام و خاص قرار گرفت و همگان از سخنان حکمت بار و عارفانه وی بهره گرفتند. آمدند و زیارتش کردند، قند پندی ورا جان خوردند که تویی در جمال مانندش. وفات سلطان العلماء.
سرانجام این شمع فروزان ارشاد و ایمان در حدود سال 628 هجری قمری خاموش شد و مرغ جانش از خاک به عالم پاک پر گشود و در دیار قونیه به خاک سپرده شد. در این زمان مولانا جلال الدین گام به 25مین سال حیات خود می نهاد که مریدان بر گرد او ازدحام کردند و از او خواستند که بر مسند پدر تکیه زند و بساط وعظ او ارشاد بگسترد. همه کردند رو به فرزندش که تویی در جمال مانندش. شاه ما زین سپس تو خواهی بود، از تو خواهم جمله مایه و سود. او به ارشاد مریدان و دستگیری طالبان پرداخت و 1 سال بدین منوال گذشت. جان او بود معدن اسرار. سید برهان الدین محقق ترمیزی او مرید صدیق و پاکدل پدر مولانا بود و نخستین کسی است که مولانا را به وادی طریقت راهنمایی کرد و علاوه بر کمالات اخلاقی و مدارج روحانی دانشمند کامل و فاضل تمام عیار بود. جان او بود معدن اسرار، همچو خورشید چشمه انوار. ناگهان او با سفر بربست تا به دیدار مراد و مرشد خود سلطان العلماء در قونیه برسد. شهر به شهر، دیار به دیار ره می پیمود. همنواهای قفر و خشک را پشت سر می نهاد تا اینکه به قونیه رسید و یک سر سراغ سلطان العلماء را گرفت، غافل از آن که او 1 سال پیش از این خرقتهی کرده و کالبد جسمانی را در خاکستر دنیا نهاده و به ملکوت اعلی پر گشوده است. وقتی که سید نتوانست به دیدار سلطان العلماء نائل شود، رو به مولانا کرد و گفت: تو در عالم شریعت و فتوا جانشین پدر شدی، اما در باطن هم علومی است که از وی به من رسیده است. این معانی را از من بیاموز تا خلف صدق پدر شوی. به دستور سید مولانا بر ریاضت پرداخت و 3 چله متوالی برآورد و پس از این ریاضت معلوم شد که نقد وجود این انسان پاک و خالی از غل و غوش است. مولانا مدتی 9 سال به سید همنشین و مصاحب بود و زان پس سید برهان الدین رحلت کرد. بود در خدمتش به هم 9 سال تا که شد مثل او به قال و به حال. خزیرش بود شمس تبریزی، طلوع شمس. مولانا در آستانه 40 سالگی مرد به تمام معنی عارف و دانشمند جامع علوم و فنون مختلف دوران خود بود و مریدان و عامه مردم چون پروانه به گرد شمع وجود او می چرخیدند و حصه ها می جستند و بهره ها می بردند تا آنکه قلندری گمنام و ژنده‌پوش به نام شمس الدین تبریزی به قونیه آمد و با مولانا برخورد کرد و آفتاب دیدارش قلب و روح او را بگداخت و یکسره سودای شیدایش کرد و این سجاده نشین باوقار و مفتی بزرگوار را سرگشته کویی برزن کرد تا بدانجا که خود حال خود را چنین وصف می کند: زاهد بودم ترانگویم کردی، سرحلقه بزم و باده جویم کردی. سجاده نشین باوقار بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. پیوستن شمس به مولانا که در حدود سال 642 هجری اتفاق افتاد چنان او را واله و شیدا کرد که درس و بحث و وعظ را به یکسو نهاد و به شعر و ترانه و دف و سما پرداخت
و از آن زمان طبع ظریف و ذوق سلیم او در شعر و شاعری شکوفا شد و به سرایش اشعار پرشور و حال عرفانی پرداخت. خزیرش بود شمس تبریزی، آن که با او اگر درآمیزی، هیچ کس را با یک جوی نخری، پرده های کلام را بدری. شمس به مولانا چه گفت و چی آموخت و چی فلسفه و فسون ساخت که سراپا دگرگونش کرد، معمای است که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را. مرغ مهرش زلانشان بپرید. غروب موقت شمس. رفته رفته آتش حسادت مریدان خام طبع از زیر خاکستر روی و ریا زبانه کشید و خود نشان داد. آنها می دیدند که مولانا این عارف کامل و مفتی فاضل خود مریدی ژنده پوش گمنام گشته و به قدر در وجود او مستغرق شد که هیچ التفات بدانان نمی کند. این امر آتش حسادتی آن را پرلهیب کرد و فتنه جویی آغاز کردند و در عیان و نهان به شمس ناسزا می گفتند و ساحر و جادوگرش می خواندند و شخص خودبینی می زدند و خود را از او بالاتر و برتر می دیدند. از این رو از التفات مولانا به شمس و بی‌اعتنایی او به ایشان گیله می کردند. در شناعت در آمدن همه آن مریدان بیخبر چون رمه، گفته با هم که شیخ ما از چه رو پشت بر ما کند ز بهر چی او؟ ما همه نامدار ز اصل و نسب، از صغیر در صلاح و طالب رب. شب و روز انجمن خرمریدان بر این گفتگوها گرم بود و همگی به خون شمس الدین تشنه بودند. شمس از گفتار و رفتار گزنده مریدان قشری و خودبین تعصب کور و آتشین قونیان رنجیده و بیتاب شد و چاره جز کوچ و رحیل ندید. از این رو در روز پنجشنبه 21 شوال سال 643 هجری قمری قونیه و قونیان را ترک گفت و بدین سان این آفتاب معرفت و حقیقت پرتب زرین خود را از سر این شهر برداشت و از کرانه دمشق تابیدن گرفت. دوستی را از آن نفر ببرید، مرغ مهرش زلانه هاشان بپرید. شمس در حجاب غیبت فرو شد و مولانا نیز در آتش هجران او بیقرار و ناآرام. زان پس دیگر به کسی التفات نمی کرد و پیوسته در خود بود. مریدان خامطب دیدند که رفتن شمس نیز مولانا را متوجه آنها نساخت، بلکه بر این زیبا و خلوتی بیخوشی او افزود. از این رو لابه کنان نزد او آمدند و عذرها آوردند و پوزشها خواستند و از کردار و رفتار زشت و بدی خود اظهار توبه کردند. پیش شیخ آمدند لابه کنان که ببخشا مکن دگر هجران. توبه ما بکن ز لطف قبول، گرچه کردیم جرمها ز فضول. مولانا فرزند شایسته و خلف خود سلطان ولد را همراه با جمع از اصحاب به دمشق فرستاد تا آن دلبر جانان و محبوبی گریزپا را به قونیه بازگردانند و پیغام‌های جانسوز و پرشور برای او فرستاد. از آن جمله ای آفتاب جهانتاب، پرتب عنایت از این سرمازدگان فراق باز مگیر و به نور خود دیار دلخستگان را روشنی بخشای. سلطان ولد بیدرنگ به فرمان پدر همراه با جمعی از یاران صدیق سفر آغاز نمود و همسفران خشک و خف را در سرما و گرما می پیوندند و شهرها و آبادی ها را پشت سر می نهادند و چنان مست و واله جمال شمس بودند که رنج و تعب این سفری پرشتاب و دراز چون شهد و عسل شیرین می آمد. بی‌تاب می دوید در صحرا، کم ز که می شمرد هر کوه را. حال آن ره برو چو گلشن بود از هر زبان هزاران سو. نار گرما و سختی سرما می نبودش چون قند و
چون خرما. سرانجام پیک مولانا به مطلوب دست یافت و با شکوه و احترام پیغام جانسوزی او را به شمس رساند و آن ولی مرشد و آفتاب جهانتاب حقیقت و ارشاد از سری مهر و حنان عزم بازگشت و قونیه نمود. سلطان ولد به شکرانه این محبت عزم 1 ماه پیاده در رکاب شمس ره سپرد تا آنکه به قونیه در آمدند و پرتو این آفتاب بر قونیان تابیدن گرفت و سرمای آن دیار را با گرمای خود زدود و مولانا از گرداب غم و اندوه و آه و فراق رها شد و دوباره بوستان دلش از نسیم جان بخش این باد صبا شکفتن آغازید و مریدان گستاخ و شوخ چشم نیز عذرها آوردند و پوزشها خواستند. نه به کس بو رسید از او نه اثر. غروبی دایمی شمس. مدت کار بدین منوال سپری شد تا آنکه دوباره آتش حسادت مریدان خشکسر و خامطبع تیز شد و بر خرمن دل و دینشان شرر زد. پس توبه شکستند و پیمان گسستند و عذرهای پیشین بر طاق نسیان نهادند و سلسله خصومت و بدخواهی جنباندند و آزار و ایذای شمس را از سر گرفتند و ره خیره سری پوییدند. شمس از رفتار و کردار نابخردانه این مریدان خودبین رنج شد و از گزند ایشان نژند خاطر گشت تا بدان جا که به سلطان ولد شکایت آورد و گفت دیدی که اینان باز عقل و خرد خود را به زنجیر نفس و هوا در کشیده و غوغا آغازیدند و از دغا و ریای آنان مؤمنان نیز دست از ایمان شسته و گوشه نشستند. اینها چنین خواهند که میان من و مولانا جدایی افکنند و آنگه به سرور و حبور پردازند، ولی این بار چنان خواهم رفتن که هیچ کس نداند من کجایم و چی بر سرم آمد و چون این سفر به درازا کشد همه گویند که او جان سپرده و یا مقتول گشته است. خواهم این بار آنچنان رفتن که ندانند کسی کجایم من. همه گردند در طلب عاجز، ندهد کس نشان ز من هرگز. چون بمانم دراز گویند این، که ورا دشمنی بکشت یقین. و او چند بار این سخنان را تکرار کرد و سرانجام بی خبر از قونیه رفت و ناپدید شد و معلوم نشد که بر سر او چی آمد و چی شد. هیچ از وی کسی نداد خبر، نه به کس بو رسید از او نه اثر. بدین سان تاریخی رحلت و چگونگی آن بر کسی معلوم نگشت.